خب میخوام بر اساس چند تا مد نگاشت که در یک دایره هستن ولی چرخه هاشون فرق میکنه قطعات رو تنظیم بکنم و یکی از قطعات سبا رو هم براتون اجرا بکنم و بخشش هم البته بدا هست. الان میخوایم بریم سراغ مد نگاشت Q5-1A که نوت لنگرش رو چی قرار دادیم؟ فا قرار دادیم، یعنی باید بگم FQ5-1A یا همزمان میتونم FQ5-1C رو هم اجراش بکنم و در بخش بعدیش که حالا اون بعد میگم فعلا FQ5-1A و FQ5-1C رو اجرا بکنم با لوک استیشن و بقیه ماجرا. خب این نوت فا. ریتممون رو من تمپوی 75 رو در نظر گرفتم 4/4 و ریتم سول هست اینجوری که اینجا نوشته. بریم اینجا نوت فا رو اهمیتش رو داریم نمایش بدیم. حالا میتونیم این رو ایست قرار بدیم یا لنگر، میتونیم اینو شاهد قرارش بدیم. در هر صورت شاهدش هست. حالا آیا همینجا برگردیم یا نه بستگی به این داره که آیا نوت دیگه ای رو هم هر از گاهی معرفی بکنیم یا نه. و حالا میخوایم تریکوردش رو معرفی بکنیم. اگر من یک آ رو در نظر بگیرم میتونه مثلا فا و سول و لای بمول باشه. اگر بزنیم همین رو فعلا بزنیم، من با یه صدای دیگه این رو اجرا میکنم. از سر طرف الان دارم چی رو میزنم؟ دارم لای بمول رو میزنم، از اون سول رد میشم ولی قطعا در ملودی که میزنم به گوش میرسه و فا. این ملودی مدل 1A هست. حالا سی شام در نظر بگیریم، 1C با یک صدای دیگه این رو حالا یه مقدار ترکیب کنیم روی فا. خب یه مقداری بیسش رو هم قوی بکنیم. ممکنه تو گوشی نیاد صداش. میخوایم بریم چرخه رو عوض بکنیم، یعنی از رو فا میخوایم بریم شاهد رو چی قرار بدیم، یعنی سول. حالا من دو تا چرخه رو معرفی کردم. یکی چرخه ای که از Q6 شروع میشه، یعنی شاهد و سول یکی هستش روی سول، شاهد و لنگر یکی هست روی سول، یا اینکه لنگر رو نوت دو قرار بدیم، یعنی میشه CQ2 5B یا CQ2 5A یا 5C، یعنی نوت دو دستبازمون میشه نوت لنگرمون. بریم اونجا. من یه بیسی رو اول درست میکنم که از سول به دو حرکت میکنه، یعنی این ترکیب روی این دوتا نوت رو مشخص میکنه.
سوله. حالا میخوام دو رو هم تاکید بکنم بهش. رو باس اگه توی گوشه ضبط بشه ضبط بکنیم. ولی تأثیرش رو میذاره. حالا یه جمله‌ای رو میخوایم درست بکنیم که اون چیز رو به ما برسونه، هم چرخمون رو هم دایره‌مون رو تا حدودی مشخص بکنیم. یعنی من میخوام هم بزنم روی سول، هم سی بمول، هم می بمول و دو. روی دو وای میسته. بریم ضبط. حالا میتونیم روی سول با یه صدای دیگه تاکید بکنیم. من میخوام با یه قطعه از مرحوم صبا شروع بکنم، قطعه در قفسش. و خب من بایستی با یا GQ6 شروع بکنم یا CQ2 که اون بخش دومی هست که الان ضبط کردم. باید با اون شروع بکنم چون اون روی سول هست. ولی میخوام از این افکت هم استفاده بکنم. دیلی که داره تو ریتم خوبی نیستش. بذارین ریتمش رو درست بکنم. حالا میتونم بزنمش. پس بریم. خب راستی این گیتار هم فرتلس هست، میتونه کرون ها رو اجرا بکنه. یعنی من اینجا بایستی دو ره کرون می بمول فا سول لا بمول سی بمول دو رو اجرا بکنم توی این دایره. و چرخش رو هم اگر نوت لنگرمون سی باشه یعنی دو باشه، خب همینجا از دو باید شروع بکنم، وگرنه که از سول باید شروع بکنم.